مسئله چیزیست که تن امام جامعه ما را می‌لرزاند. اسرائیل و امریکا نتونستن این کار رو بکنن، براش مجازات تعیین شده، مردم هم باید از اینها اطلاع پیدا بکنن، ما باید قیام کنیم علیهش. روز ملی جمعیت است، روز بسیار مهمی است، بسیار مهم. مسئله‌ای که متاسفانه علی‌رغم این که بسیاری از مؤمنین پای کار هستند، بسیاری از مسئولین پای کار نیست و این دوگانگی مشکل درست می‌کنه. راجع به جمعیت ببینید مقام معظم رهبری چه می‌فرماید یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند تن او می‌لرزد، این مسئله جمعیت است. 1392 تنها موردی است که مقام معظم رهبری اینجور بیانی فرمودند. تن آدم می‌لرزد در مسئله جمعیت اینجوره. یا در بیانات سال گذشتهشون فرمودن که ائمه جمعه به محضرشون رسیدن، فرمودن ما در داخل جامعه خودمون مسائلی داریم که جنبه سیاسی ندارد، اما برای جامعه جنبه حیاتی دارد. حیاتی فرق میکنه. ببینید ما بعضی چیزا حیاتیه میشه اول، بعضی چیزا ضروریه، بعضی چیزا خوبه که داشته باشیم، یک رتبه بندیست خودی. مسئله زاد و ولد یا مسئله جوانی جمعیت یک مسئله حیاتی است. این مسئله حیات جامعه ما به این وابسته. قانون جوانی جمعیت بعد از کلی بیا و برو و اما و اگر سال 92 این بیان مقام معظم رهبری 1400 آقایان موفق شدن یک قانونی را تصویب کردن، قانون جوانی جمعیت. در مقام اجرا به بعضی از بندها به صورت شکسته بسته یک حرکتی انجام دادن. بعضی از بندها مثلا همین بحث واگذاری زمین یا بحث واگذاری خودرو به مادر دارای چند فرزند، نگاه کنید ببینید چه جور داد. بسیاری هستن هنوز تو نوبت گرفتن خودروی مادری هستن. خب الان داره خودرو تولید میشه، خودرو واگذار میشه، به اینها واگذار نمیشه، در حالی که قانون جوانی جمعیت گفته است 50% ظرفیت رو باید برای کار بگذاره. 50% میگذاره، 10% هم نمیگذاره. حالا ما تقریبی میگیم، احتمالی میگیم، ولی واقعا اگر 50% ظرفیت رو میگذاشت، ما مادر سه فرزندی که فرزند سومش 1400 اونم آبان 1400 به بعد متولد شده است رو که بدون خودرو باشه نداشتیم. اولا که بسیاری از مادران پول ندارن که خودرو رو بگیرن، اونهایی هم که دارن بدون خودرو نمیموندن، ولی اتفاق نیفتاده. امثال اینها در حوزه زمین از 1400 الان 1403 در اسفند امسال یک تعدادی از واحدها رو در گلبهار دادن. گلبهار پیشرو در این مسئله است، چون شرکت امران اهتمام کرده است برای این کار، خوب تلاش کرده، زحمت کشیده، 220 تا مثلا زمین، قطعه زمین یا آپارتمان واگذار کردن، به 220 نفر واگذار کردن. بقیه چی؟ بقیه همچنان موندن. قانون جوانی جمعیت تکالیفی را برای وزارتخانه‌های متعدد تعیین کرده. این تکالیف را دولت موظف است اجرا کنه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها موظفن اجرا کنند. تا یک تکالیفی که در یک اداره ای فرض کنید که ساده است، رئیس یک اداره میتونه انجام بده، ولی شما به من بگید از 1400 تصویب شده تا الان چند نفر چند تا اداره اینو اجرا کردن، من ماده 20 همین قانون رو خدمتتون میخونم، خیلی ساده است. این دیگه نیاز نیست از وزارتخونه دستورالعمل بیاد، نیاز نیست از یک جای دیگری یک کار دیگری. کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در روز ملی جمعیت کارکنانی که در یک سال گذشته ازدواج کرده یا دارای فرزند شده اند را مورد تشویق قرار دهند. حالا ما انشالله هفته آینده از همه ادارات استعلام خواهیم کرد این مطلب رو. یا در حوزه سقط جنین در ماده قانون جوانی جمعیت به صورت اختصاصی کمیسیون سقط جنین تشکیل شده. اگر کسی بدون مراجعه به این کمیسیون
بخواد در مسئله سقط جنین اقدام بکند، پزشک باشد، ماما باشد، مادر باشد، پدر باشد، فرقی نمیکنه، براش مجازات تعیین شده. اگر کسی فکر میکند که مجاز است یک بچه ای را سقط بکند، به دلایل شرعی فرض کنیم، به دلایل قانونی باید کمیسیون سقط جنین تشکیل بشود که اون کمیسیون در قانون مشخصه چجوری تشکیل بشه. ظرف 1 هفته موضوع رو بررسی کنن و 1 هفته هم فرصت بهش بدن که این سقط جنین رو انجام بده. اگه بعد 1 هفته سقط انجام نشد به هر دلیلی، مجدد باید کمیسیون تشکیل، چون بچه داره رشد میکنه، ممکنه تغییر بکنه. اگر چنانچه یک پزشکی، یک داروخانه‌ای، یک مامایی، یک شخصی در این حوزه آمد مرتکب جرم شد، قانون برای او مجازات تعیین کرده. این مجازات ها باید اعمال بشه، مردم هم باید از اینها اطلاع پیدا بکنن، باید بدونیم چه مجازات هایی هست و باید بدونیم که اصل قضیه چیه. در حوزه جمعیت یک مقداری ما توقعمون این هست دولت این مسئله رو جدی بگیره. بنده خدمت آقای رئیس جمهور عرض کردم که این مسئله از مسائل مهم کشوره، چرا مورد بحث قرار نگرفت در جلسه ائمه جمعه؟ ایشون گفتن من قبول میکنم، اشکالتون وارده، چون مسئله حیاتی است، چون مسئله چیزی است که تن امام جامعه ما را میلرزاند.